تجربه گلپروری متخصصان شهر ترسونزاده طی سالهای اخیر نتیجه ثمربخش می‌دهد. این است که همسالان مرکز این شهر و کوچه و خیابان‌های آن با گلگشت حقیقی مبادل گردیده با ساکنان و مهمانانش فرح و شادی می‌بخشد. امسال نیز با عزم قوی کارمندان ساحه برای سبز و خرمگردانی تمام کوچه و خیابان‌ها و باغ و گلگشت‌های شهر در نزد خود وظیفه‌های مشخص گذاشتند. مخصوصاً در گلگشت‌های داور شکل طبق نقشه‌های ملی گل‌های رنگارنگ پرورش کرده می‌شود که بعد شکوفتن گل‌ها منظره‌های جالب و زیبا را به میان می‌آورد. برای گلگل شکوفانی شهر ترسونزاده ما در گرمخانه‌های مؤسسه منزل کمونالی گل‌های موسمی بسیار ساله آرایشی خورده برای کبودزارکنی شهر استفاده می‌بریم. در این حال در گرمخانه‌ها زیاده 200,000 گل‌های گوناگون موجود میباشد که این برای شهر ترسونزاده و دیگر ناحیه‌های جمهوری هم بررسی میباشد. مؤسسه منزلی کمونالی شهر ترسونزاده در این سمت مسئولیت بیشتر دارد. این حال از جانب کارمندان این مؤسسه در تمام موضع‌های شهر، کوچه و خیابان‌ها و گلگشت‌ها کارهای زمینوی بر راه مانده شده است. مسئولین از اول ماه مارس مطابق با باد و هوا موسم گلشنانی و کبودی‌زارکنی را آغاز نمودند. نوروز همچون رمزی آبادی، سرسبزی و ما هم تصمیم گرفتیم که یک جای با کلکتیو کارمندان یک حصه خود را در آبادانی امی دیار خود گذاریم. امروز من یک جای با اهل کلکتیو زحمت کشیده گل‌های موسمی را کاریدیم، آب گذاشتیم. من برای سرسبز کردن این منطقه امروز در اینجا مهنت کرده اهلانه یک جای سبز پوش کردنی هستیم. در کارهای آبادانی و کبودی‌زارکنی شهر ترسونزاده با پیشواز جشن‌های ملی و تاریخی ساکنان و کارمندان کارخانه و تشکیلات نیز روزهای استراحت دست یاری می‌رسانند تا در شکوفایی شهر خود سهمگذار باشند. تمام کوچه و خیابان‌های این شهر صنعتی به طور ایدانه آرا داده شدند برای قبول مهمانان عالی‌قدر داخلی و خارجی آماده میباشد. امید است با سرجمعی مردم مهنت قرین و صاحب فرهنگ ترسونزاده این جشن قدیمی نیاگانی ما در سطح بلند تشکیلی و فرهنگی برگزار می‌گردد.